پرسیده است که درباره سلام کمی معلومات می‌دادید. درباره سلام اگر برادر عزیز مقصد شما، منظور شما سلام که هم دیگر السلام علیکم میگیم همین باشه یا اینکه معنای کلمه سلام باشه، اگر فقط معلومات درباره سلام دادن باشه، سلام حکمش در شریعت سلام دادن سنت است. پیغمبر بزرگوار درباره سلام دادن حدیث های زیاد هستند که پیغمبر بزرگوار گفتن افشوا السلام، سلام در بین همدیگر افشا کنه، آشکار کنه. شخصیتی را که میشناسی نمیشناسیش به او سلام بگو. در روایت دیگر جناب پیغمبر گفتن که انسان سواره انسان پیاده را سلام دیه، انسان پیاده انسان نشسته را سلام دیه، یک جمعیت اندک یک جمعیت کلام سلام دیه. یعنی درباره سلام دادن حدیث های زیادی هست که جناب پیغمبر امر کردند که همدیگر را سلام دیه. اما سلامی که ما به دست سلام میکنیم، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن وقتی شما دست همدیگر را میگیره و میفشاره، یعنی کمی میلرزانه، جناب پیغمبر گفتن مثل که در یعنی تیرما وقتی که خزان میشه و برگ‌های درخت‌ها زرد میشوند، وقتی انسان یک شاخه اون یک نوده درخت بگیره و بلرزانه برگاش میریزن. پیغمبر بزرگوار گفتن وقتی شما دست همدیگر میگیره کمی میفشاره، گناه‌های شما مثل اون برگ‌های درخت‌ها بر این از بدن شما میریزن. البته درباره سلام دستگی هم این چنین روایت‌ها هست. سلام دادن حکمش در شریعت اسلام سنت است، اما جواب سلام واجب است برادران عزیز. جواب سلام حکمش بالاتر است، چون که رب العالمین در سوره نساء می‌فرماید که و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها. صدق الله العظیم. رب العالمین میگه وقتی شخصیت برای شما سلام داد، شما بهتر از وی سلام گویید، بهتر از وی جواب گردانه، یا اینکه مثل وی وقتی یک انسان مثلا گفت که السلام علیکم، شما بگویید که و علیکم السلام و رحمت الله، یا اینکه بگویید و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. شخصیت نزد پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم داخل شد و السلام علیکم. وقتی گفت السلام علیکم، پیغمبر بزرگوار گفتن که 10 ثواب گرفت. این شخصیت از روی سلام گفتنش 10 ثواب گرفت. بعد از اون شخصیت دیگر داخل شد و السلام علیکم و رحمت الله، یعنی رحمت الله در بالای سلامش یعنی خوش کرد، زیاد کرد. جناب پیغمبر گوی شخصیت 20 ثواب گرفت. شخصیت دیگر در آمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی برکات رو خوش کرد. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفت که این شخصیت 30 ثواب گرفت. یعنی که السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته گفتن ده انسان 30 ثواب میگیره. رد ثواب و علیکم السلام هم یه برادر از خوب یعنی از خود کنه، حفظ کنه. مردم ما میگن و علیکم السلام، این نادرست است. و علیکم السلام نادرست است. در لفظ حدیث اومده است که و علیکم السلام، و علیکم السلام. وقتی انسان یعنی که طرزی درست از خود کنه. جواب سلام واجب است برادران عزیز. هر انسان وقتی شما را سلام گفت جواب نگردانی گناهکار میشه، چون که جواب سلام در شریعت اسلام واجب است. اما اگر منظور این برادر از باره سلام معلومات مقصدش این باشه که یعنی سلام چی معنا داره، سلام یک نام از نامهای پروردگار است. سلام یک نام از یعنی درهای جنت است، از یک نام از نامهای جنت است که خداوند در قرآن میگه والله یدعو الی دار السلام. یعنی درباره سلام یعنی که بحثی زیادی است. اکنون